خواسته های برادران ترک ما که بارها گفتند. پس از بهشتی، آیت الله طالقانی با ابراز ناراحتی از وقایع پیش آمده در کردستان از حق آموزش به زبان کردی و اداره استان توسط افراد بومی حمایت می‌کند. شما حقوقی دارید همونطوری که مکرر بیان شده. حقوق آزادی در سرنوشت خود. هیچ کس، هیچ قدرت نمی‌تواند این حق را نادیده بگیرد. این حق را اگر به شما ندادن باید مطالبه کنید. این حق اساساً دادنی نیست، مال شما. کسی رو به شما تحمیل کردن، نپذیرید. از ثروت شما به جای دیگه بردن خرج کردن، ندید. فرهنگ و زبان رو به شما تحمیل کردن، در مدرسه ها نپذیرید. افرادی رو به اسم شما انتخاب کردن، دورش بیاندازید. میگه چیه مسئله؟ نظرات و پیشنهادات حزب دموکرات کردستان گنجانده نشه، اون موقع واکنش این حزب چه خواهد بود؟ ببینید، حزب ما یک سابقه 34 ساله دارد. در این 34 سال همیشه برای هدفهایی که تعیین کرده مبارزه نموده است و حالا هم این مبارزه را ادامه می‌دهد. ما البته خوشحال خواهیم شد اگر دولت انقلابی خواسته های ما را قبول بکنند و حتی اونطوری که ما خواسته ها را فرموله کرده ایم اونها را قبول بکنند. ولی اگر آمدیم و برخی از خواسته های ما مورد قبول قرار نگرفت یا اصولاً به خواسته های ما توجه نکردند، خود به طور طبیعی ما برای خواسته های خودمون مبارزه خواهیم کرد.